بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، ما در حلقه گذشته درباره بعض فضائل ابوبکر صدیق صحبت کرده بودیم. امروز باشد درباره جانفدایی ابوبکر و شجاعت و دلیری ابوبکر صحبت خواهیم کرد. قاسم ابن محمد ابن ابوبکر یعنی نبیری ابوبکر است. از پسرش به نام محمد است که دست پرورد حضرت علی رضی الله عنه تعالی بود. چون که وقتی که ابوبکر وفات کرد، زن ابوبکر اسما بنت امیس را علی رضی الله عنه گرفت، با او خانه‌دار شد و محمد ابن ابوبکر در خانه علی کلام شده است. از بیبی خودش گوییم که عایشه روایت میکند، از بیبیش گوییم که عمه‌اش میگوید که وقتی که عدد صحابه به 38 رسید، یعنی که وقتی 38 عدد شدن، ابوبکر صدیق اومد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی پافشاری کرد، گفت بیایید پیامبر برایم آشکار کنیم، بیاید مردم فهمونیم، بیاید یعنی دعوت آشکارا رو میان گذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حال ما عدد ما کم است، نمیشه به این عدد برایم ما مردم دعوت کنیم. گفتن وقتی خیلی پافشاری کردن، پیامبر گفتن خیر برآمدن. وقتی برآمدن در اطراف کعبه ایستادن و ابوبکر صدیق اینجا خطبه را شروع کرد، یعنی برآمد خطبه کرد، گفت الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله. پیامبر اونجا نشستگی بودن، یعنی ابوبکر اولین خطیب در اسلام است. بعد میگه که وقتی مشرکان این چه شنیدن، همگی هجوم کردند به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به سوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر همین قدر زدن که یگان جای آبادیش نموند. به اصطلاح میگن که عتبه بن ربیعه اومد و ابوبکر صدیق رو با کفش خودش که زیرش نعل بود به چهره ابوبکر خیلی کوبیدنی کرد و میگن که دهان بنی ابوبکر رو شکست به اصطلاح. و بنی تیم قبیله ابوبکر آمدن، ابوبکر از اونجا خلاص کردن، بردند خانهش ماندند. بعد گشته آمده گفتن که اگر ابوبکر یگان چی شد، اگر ابوبکر مرد، ما گفتن عتبه رو میکشیم در مقابلش. اینا هم قبیله مثلا اینقدر ضعیف نبودن که مثلا دفاع کردن از هم قبیله خود. بعد وقتی ابوبکر رو خانه میبرن، ابوبکر وقتی به خود می آید و گپ زدن شروع میکنه، اولین چیزی که میگه که ما فعل رسول الله، پیامبر چه کرد؟ ببینید مردک در چه حال قرار دارد، لیکن در فکری حبیبش و خلیلش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. برای از همه چیز مهم محمد صلی الله علیه و سلم بود. حالا میبینیم در قصه هجرت نیست عیناً همین چیز، همین اتفاق می افتاد که ابوبکر در فکری پیامبر بود. بعد برای مادرش گفت که مادر من هیچ نمیخورم، هیچ نمینوشم. گفت من تا درباره پیامبر معلومات پیدا نکنم که حال پیامبر چجور است، چون که وقتی که ابوبکر هم میزدن پیامبر هم میزدن مشرکا. اینجا برای مادرش گفت که مادر رو پیش ام جمیل بنت الخطاب، یعنی خواهر عمر بن الخطاب. گفت رو پیش همین ام جمیل و رفته از ام جمیل پرس که پیامبر چیکار کردن. خب البته برادر پیامبر وقتی که دعوتشون سری بود، برای صحابه بعض تعلیمات‌های ویژه‌ای داده بودن که نباید که هر آدمی که نوست و دربارش معلومات داشتن برای او درباره پیامبر یا درباره یگان جای جمع شویشون معلومات دهند. بنابراین وقتی مادر ابوبکر رفت و ام جمیل رو پرسید، ام جمیل گفت ابوبکرش کی است و محمدش کی است و من نمیدونم. گفت یعنی اینجا از خیلی میگن از چیزای امنیتی است، اینجا خاص که امنیتی خودش هم نگاه دارد و امنیت ابوبکر هم نگاه دارد. بعد گفت اگه خواستی من رو ببینم که شاید من شناسم اون مرد. وقتی ام جمیل مادر ابوبکر آورد خانه خودش و ابوبکر رو دید در این حالت، ام جمیل خیلی ناراحت شد، خیلی گریهش گرفت، دلش سوخت برای ابوبکر. وقتی ابوبکر ام جمیل باز درباره پیامبر پرسید، ام جمیل با چشمش اشاره کرد، گفت مادرت اینجاست، من گپ زدم. گفت مادرم، گفت پروانه کن گپ زدن. بعد ام جمیل گفت پیامبر خوب هستن، پیامبر در جای امن هستن، پیامبر راحت هستن، تو فکری پیامبر علیه السلام نکن. ابوبکر گفت منو گرفت پیش ناز پیامبر برید. گرفتم به همون شکل دو نفر در کتف خود، ابوبکر با دو دستش بالا کتف اون دو نفر مونده، کشو به همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن رفت و همراهشون همین ام جمیل هم هست و مادرش نیست اونجا هست. وقتی در اومد میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدند و خودشون به آغوش ابوبکر رفتن، گریه کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی دلشون برای ابوبکر سوخت و ابوبکر هم گفت که بی ابی انت و امی یا رسول الله لیس بی بأس، پیامبر به هیچ چی نشده است و جز اینکه او بدبختی همون عتبه فقط چهره من به همون چیز زد، با کفش خدای زد و چهره من کم دست شکست خریدی زد و اینا دیگر چیزی برای من نیست. مهم برای من سلامتی شما است، مهم برای من زنده بودن شما است، مهم برای من بودن شما است که با بودن شما اسلام خواهد بود، پابرجا خواهد بود.
بعد اون ابوبکر گفت پیامبر همین مادر من بسیار زنه که خوب است، لیکن مشکلیش که در دین قومش است، یک دعای کنه که خدای تعالی اینو هدایت کند و هم دعوت کنه که الله تعالی شاید به برکت دعوت شما مادر من اسلام را پذیرد. و پیامبر در حقش دعا کردند و او را دعوت هم کردند و در همون جا مادر ابوبکر صدیق اسلام را پذیرفت. خب ببینید اینجا این قصه ای که ابوبکر نقل شده از اینجا دلالت بر شجاعت ابوبکر میکنه، دلالت بر آن میکنه که ابوبکر پروای یگان مشرکای مکه را نداشت، بر اومد دعوت خودش را آشکار کرد و در مقابل اون شرط هم خورد و باز در فکر خودش نبود، در فکر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و اینجوری دیدیم که چه خیلی مسلمانای اول امنیت خودشون نگاه می‌داشتن، برای هر بیگانه هر سخن رو نمیگفتن، چون که پیامبر اون زمان گفتن که دعوتی مخفی است. عیناً همین قصه رو برادرای عزیز ما از محمد ابن علی یعنی امام باقر روایت میکنن از علی ابن ابی طالب. اون رو خواهیم خوندن که برای تصدیق همین گفته ها، یعنی از یک طرف اگر این روایت از قاسم ابن محمد ابن ابوبکر از عایشه باشد، از طرف دیگر از محمد ابن علی باقر از پدرش از علی ابن ابی طالب روایت است که میگوید خب میگوید که انه خطب، یعنی علی خطبه کرد و گفت من اشجع الناس، ای مردم شجاع ترین کی است؟ فقالوا انت، مردمی که زیر منبر بودن گفتن تو دیگه، از تو شجاعت من ندیدیم. علی گفت اما گفت من درست است، من شجاع هستم، من مبارزه میکردم، من هر کسی که در مقابل من می اومد من پشتش به زمین میزدم، اما شجاع ترین مردم ابوبکر است. دیدم که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را قریشا گرفتند، پیامبر میزنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را هر طرف مثل کش و کش میکردن، میزدن، پیامبر شرطه میزدن. میگه که میگفتن که تو کی هستی که همین 300 چند خدا رو یک خدا گویی؟ توی کی اجازه داره است که مردم به سوی یک خدا دعوت کنی؟ میگه که علی میگه که والله ما دنا منا احد، یگون کسی ما جرأت نزدیک شوی نکرد برای پیامبر خلاص کردن الا ابوبکر، مگر ابوبکر صدیق. میگه یضرب هذا و یدفع هذا و یقول، میگه اینش میزد، اینش تیله میداد، اینش وای میکرد، میگفت ویلکم، وای بر شما ای قوم، شما میگه چه خیلی مرد رو میکشید که وقتی میگه که خدای ما یگانه است. این چی ابلهی است، این چی احمقی است، فقط برای خاطرم که همین خداهای شما رو قبول نداره شما رو میزنید. بعد میگه که ثم بکى علی، بعد از اون علی میگه اون چنان گریه کرد که میگه ریشاش از اشکش از ریشش اشکاش میریختن. بعد علی رضی الله عنه سرش برداشت و گفت منشدکم الله، شما رو به خدا قسم، مؤمن آل فرعون بهتر است یا ابوبکر؟ مردم دیگه سکوت کردن، نمیدونستن چی جواب بدن. بعد علی رضی الله عنه گفت والله، گفت لساعة من ابی بکر خیر منه، یک ساعتی که ابوبکر در دعوت خدا، در حمایت از پیامبر، در دفاع از پیامبر، در حفظ از حریم اسلام گذرانده است، از اون مردک بهتر است، از تمام عمر اون مردک، از تمام عبادت‌های اون مردک بهتر است. به چه سبب؟ یعنی حضرت علی علتش هم گفتن که چرا ابوبکر از مؤمن آل فرعون بهتر است. گفتن ذاک رجل یکتم ایمانه، اون مردک ایمانش پنهان می‌داشت، و هذا یعلن ایمانه، این مردک ایمانش اعلام می‌کرد، آشکارا ایمانش اعلام کرد. یعنی ببینید علی رضی الله عنه وقتی گفتن که ما دنا منا احد، کسی از ما با اون نزدیک نشد، یعنی نشد که بعضی باز چه خیلی میگن که کاسه های از آش داغتر آیند و گوین که هی علی اینقدر شجاع بود چرا علی رو پس فرستادی؟ نه، علی شاید اون وقت حالی کودک بود، چون که علی وقتی ایمان آورد 9 ساله بچه بود. شاید این اتفاق وقتی افتاد علی 13 ساله بود، شاید 14 ساله بود، شاید 12 ساله بود. خب ابوبکر بزرگتر بود. یه نکته رو میخوام که اینجا تذکر دیم دوستای عزیز، درباره جامعه مکه در زمان پیامبر. یعنی به اسلام میشد گفت اونها یک جامعه سکولاری و دنیوی بودن که از همه دین‌ها یک مسافه داشتن. ما وجود بین 360 بود، اما 360 بود، یعنی 360 شاید قبیله بود، شاید همون قوم بودن اونجا عبادت میکردن. بین اونها آزادانه انسان‌های حنیفی بودن، مثل پدر سعید ابن زید، مثلا زید ابن نوفل، یا انسانی بودن که نصرانی شده بودن، مثل ورقه ابن نوفل مثلا که نصرانی بود. بعضی دین یهودی هیچ کس با اونها کاردار نبود، آشکارا دین خودشون که عملی میکردن.
نماز خودشون عملی میکنن به نصرانیت، به یهودیت، به همون دین حنیفی و به اون دین مشرکی که اونجا بود هیچ کی کاردار نبود. چرا اونها پیامبر را قبول نکردند؟ چی سبب است؟ ببینید یهودی کاردار نشدن، نصرانی کاردار نشدن، حنیفی کاردار نشدن که در دین ابراهیم علیه السلام بود. اون مشرکای خودشون هم هر خیر بتای داشتن کاردار نبودن. یک نمود آزادی برای آزادی دینی وجود داشت. لیکن چرا محمد علیه السلام را قبول نداشتن؟ چون که محمد علیه السلام وقتی آمدن یک نظامی را آوردن که نظام جایگزین شونده بود. نظامی که با اونها این که نمیشد که با اونها همزیستی کنند، چون که اونها خداهای باطل دارند. یا نظامی بود که نظام نو، نظامی که نظام جایگزین شونده. بنابراین با این قدر گویم که دموکراتی که در اون زمان بود، این قدر سکولاریسمی که در اون زمان بود در زمان ابو جهل و مثلا اونها همین اسلام رو قبول نکردن، چون که میدونستن که اینجا گپ درباره حکم خدا و حکم بنده میرود. دیگر دین ها به این چیز کاردار نبود. اسلام به این چیز میگفت که حکم از آن الله تعالی هست. بنابراین مشرکا برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ مکان یا مقام قائل نبودن در اطراف کعبه. بنابراین اینقدر شکنجه و اینقدر که نامردی ها در حق پیامبر و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم مرتکب شدند. این بود برادرها این قصه ای که میخواستیم درباره ابوبکر صدیق برای شما بگیم. براز و حلقه دیگر ان شاء الله درباره ابوبکر در هجرت، ابوبکر در غار، ابوبکر با پیامبر و معیت الهی با این دو صحبت خواهیم کرد. تا حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.